با چطوره؟ خب ماسک صورت دیگه با زدیم که خوشگل شیم. حالا آرایش هم بهتون یاد میدم. برید رشته هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه در این روزهایی که اصلا معلوم نیست چه اتفاقی داره برامون میفته. کمی گفتم استرس رو از صورتمون کم کنیم و زیباشیم. زیبا که بودیم چشم حسود کور، زیباتر شیم. دوستان عزیزم، این یک قاشق وازلین هست. یک قاشق معمولی وازلین رو در یک ظرف کوچیک میذارید و خوب به هم میزنید. یک دونه تخم مرغ رو سفیدیش رو چکار میکنید از زردی جدا میکنید. من چون که میخوام سفیدی رو بعداً استفاده کنم میریزم توی این زیپلک بگ و میذارم توی یخچال و بعد دوباره سفیدیش رو استفاده میکنم برای ماسکای بعدی که میخوام درست کنم. اینم یه دونه زردی. بعد این دو رو خوب به هم میزنید. لا 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 چیکار دارین؟ بخونید. لا 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 سرعتشو ببرید بالا. لا 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 لا. شوخی کردم بابا. alright دوستان، این دیگه فکر کنم آماده است. ورزشکارم تازه میشید، بازوهاتون همه ورزشکاری میشه، دستتون قوی میشه برای مشت زدن. کی گفته زن قوی نمیتونه زیبا باشه؟ پوست کی گفته؟ هم خوشگل هم مقاوم. alright، این آماده است. میگم این آماده است، باز دوباره بلکن نیستم. این آماده است. there you go. چیکار میکنید دوستان؟ اینو برمیدارید، کمی رو دستتون میمالید، رو صورتتون، گردنتون میمالید. بسیار 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 براتون خوبه. چیکار میکنه؟ مویسترایز میکنه، پوستتون رو تقویت میکنه. هیچ چیزی از زرده تخم مرغ دیگه بهتر نیست. هم از مصرف داخلیش که میخورید برای بدنتون خوبه، خاطر که پروتئین زیاد داره، باعث پرورش کالاژن در صورت میشه و باعث چی میشه؟ زیبا شدن پوستتون میشه. قشنگ به دستتون بمالید، به صورتتون و گردنتون بمالید. یه 20 دقیقه 30 ثانیه بذارید باشه. بعد با یه پلاستیک خیلی نازکی اگه بتونید برای صورتتون یه روکش درست کنید که فقط چشمتون و دهنتون بیرون باشه و بقیهش بتونه کاور بکنه، اینا خیلی خوبه. اگه هم که ندارید دیگه همینجوری معمولی میذارید بمونه. دستکش که دارید، دستکش دستتون کنید، بذارید همینجوری زیبا و شفاف و بدون چه میدونم چین و چروک و اینجور چیزا دستهای زیبا داشته باشید. دستی دوستان عزیز، امیدوارم که لذت برده باشید. امیدوارم که لا 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 20 دقیقه دوستان خوبم. وقتی که مایعی که درست کردیم و خواستید پاک کنید، نرید تو همون بشورید که لوله های دستشویی و حمومتون گیر کنه. بعد هزار تومن و دلار و یورو چه میدونم انواع اقسام پولهای بین المللی رو باید خرج کنید که یکی بیاد تعمیر کنه. با یکی از این دستمال‌های خیس هست که نوزادان رو تمیز میکنید، مال ما هم هست. با یکی از اینا اول تمام این مایع رو از صورت و دست و اینایی که قرار دادید پاک میکنید،
بعد صورتتون رو میشورید که دستشویی و لوله های خونتون احتیاج به تعمیر در آینده پیدا نکنه. فعلا همین. پاینده با ایران، پاینده با ایرانیان. تا اونجایی که بتونم از هر چیزی که خودم بلدم بهتون آگاهی میدم که شما هم استفاده کنید، یاد بگیرید و انجام بدید. فعلا خداحافظ. از این پلاستیکا بذارید رو صورتتون که خوب مرطوبیت بره به جسم پوستتون. به ابروهای منم کاری نداشته باشید. ماشاءالله چه ابروهایی دارم، چه خوشگله. آره دیگه یکی 30 دقیقه باید این شکلی بشینیم. حالا خود تایلندیشیم چه بیداره